سلام، عید همه شما بینندگان خوب سیمای آزادی مبارک. از اینکه در آخرین ساعات سال 89 فرصتی فراهم شد تا با شما عزیزان همراه باشم خیلی خوشحالم. یه چند دقیقه وقت داریم، میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به بخشی از طنزهای سیمای آزادی در سالی که گذشت. ما سال 89 رو با جلسه شعر عظما شروع کردیم. البته شعر که چه عرض کنم، به لحاظ سبک هنری میشه بهش گفت شعر و ور. یه مش پاچه‌خوار هنر فروش دور تا دور منقل عظما جمع میشن، بعد ماشین بافندگی امپسال راه بنداز بباف که میبافی. ما یه آهنگ آماده کردیم، شعری آماده کردیم، ما آقای بیابانکی تلفیقی با هم دیگه که میشنویم. بیابانکی بیا. با آمدنت کمی به روزم کردی، آرنولد بودم تو تام کروزم کردی. هم سوخت دلم ز رفتنت هم پدرم، ای بر پدرت که دانه سوزم کردی. شکر ایزد فناوری داریم، صنعت دام پروری داریم. گشت ارشاد اگر افاقه نکرد، ما به جایش ولی فقی داریم. ما برای ثبات اصل حجاب، روسری یا که توسری داریم. جای حرف حساب از عظما تا بخواهی دریوری داریم. آفرین آفرین. آقا به عنوان حسن خطاب خودمانیم بچه‌ها. امشب ما عجب عظمای خری داریم. عظمای خری داریم. آفرین آفرین، ماشاءالله، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آفرین. هم لفظ خوب بود، هم تنظیم شعر از لحاظ قافیه و ردیف خیلی خوب بود، الحمدلله. مضامین هم که خوب بود، الحمدلله. خب حالا دیگه برنامه هم تموم شد دیگه، الحمدلله. خانواده خوبن، دستبوسن، الحمدلله. شما خودتون خوبین؟ الحمدلله. کار نداری؟ الحمدلله. تقریبا لحظه کن، الحمدلله. مقام عظما زرتش قمصور شده، الحمدلله. عجب عظما. تقریبا لحظه کن، خیلی. من تا قبل از این فکر میکردم این شاعرای شوریده حال دیگه آخر بادمجون دور قابچینای جمهوری اسلامی هن. اما بعدش تو تلویزیون سراسری رژیم صحنه دیدم که بادمجون پیشش زردآلو بود. یعنی میخوام بگم که اصلا ولش کن، خودتون ببینید. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی. ببخشید آقا میخوام تشریف بیارم؟ قراره بله ان شاء الله بیان. خدا میان طرف قربان؟ حتما میان. بله چی میخوایم بگیم به آقا؟ من عاشق رو شدم، خوب ببینم انشالله که میبینیمش. تا زمانی که امام خمینی تشریف داشتن سعادت دیدنشون رو پیدا نکردم. الانم نمیدونم چجوری آقا رو باید ببینم. خدا میدونه از صبح سال تو اصلا نمیشناسم بودم. ببینم حالا قربای مای مستضعفا هم آقا میان. بله حتما میان انشالله. ما در خدمتتون باشیم، زیارتشون کنیم. زنده باشه انشالله. این چه روز خوبیه، خیلی روز خوبی. اگه آقا بیان واقعا برکت رو برای ما میاره. انتشارات دارین شما؟ بله، پیام کلیده. بله. زنده باشه. سلامت باشید، قربون شما بشم، خسته نباشید. اگه من آقا رو ندیدم سلام ما رو برسونیم بهش. دیگه خیلی میخوامش، خیلی دوستش دارم، نوکرش. وای چه کتابای قشنگی. اصلا این دوربینم که من اینجا نمیبینم. وای چقدر اتفاقیه. یه دوربین، چقدر اتفاقی من این دوربین رو دیدم. وای سلام علیکم. ببخشید آقا میخوان تشریف بیارن؟ بله میخوان تشریف بیارن. ای وای خدا، خیلی احساساتی شدم. از این بر میخوان تشریف بیارن یا از این بر میخوان تشریف بیارن یا هنوز مرددن شک دارن؟ حتما میان. بله میان. Chiquita patita, chiquita patita, chiquita
چیکیده بگیده نمیگه چیکیده افیده چیکیده. ببخشید متوجه نشدم چی گفتید. چیزی گفتید؟ نه داشتم میگفتم اون زمان که امام خمینی بود من هنوز هنرپیشه نشده بودم، ولی الان که بازیم تازه گل کرده نمیدونم چجوری مقام عظما رو نگاه کنم. اینجوری نگاه کنم، اینجوری نگاه کنم، اینجوری نگاه کنم. یعنی یه جورایی موندم. کاش یه درخت اینجا بود یه تیکه براشون فیلم هندی می اومدم. نه چیکیری ماه پوک چیکیری. از صبح که شنیدم آقا میخواد بیاد سرم داره با پام پنالتی میزنه. ببینم آقا غرفه ما چاپلوسا و بادمجون دور قابچینا هم میان؟ بله حتما میان. ای وای خدا امروز خیلی روز خوب. خراشیر میدن، گوسفندا ار میکنن، بوی خوش پرنده ها بعبع کلاغا همینجوری دارن. اگه آقا بیان به در و دیوار غرفه ما برکت میریزن. غرفه دارین شما؟ بله همون ته راه رو اگه شما تشریف بیارید. من واقعا خودم نمیدونم اونجا چجوری منتظرشون باشه. تابلو هم داره روش نوشته WC. اگه من اونجا نبودم به آقا بگید من خیلی دوستشون دارم، نوکرشم، کنیزشم، اینورشم اونورشم. دم چیز بابا یه جورای 6 رقمه دوستت دارم. خیلی طالبتم میتونه داداش. شماره حساب ما هم ایدی بهش بده قربونت برم. آره 36 تا 0 پیش خیلی کرتم بهش بگو خیلی میخوامش. 6 رقمی وایس آقا رو کرتم. اوه خدا نمیدونم چی کار کنم. حالا این نمونه داخلیش بود. وقتی احمدی نژاد پاشد رفت نیویورک ما تازه صادراتیاش هم دیدیم. طرف تو نیویورک دلارا رو دیگه نه. اولا که خب جناب آقای رئیس جمهور رو میبینم که خیلی بهشون ارادت دارم، خیلی دوستشون دارم. چرا؟ همیشه از ایران طوری دفاع میکنن که منم به خودم این جرأت میدم که از ایران دفاع کنم. من اینجا نویسنده هستم. جف من که من باز خیلی نسبت به آقای احمدی نژاد ارادت دارم. ببخشید من یه خورده همچین بفهمی نفهمی لهجه‌ام نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم چون نویسنده هم هستم. حالا قربون اگه الان یه 2 تا سالادم برام بیاری میتونم لهجه‌مو همچین یه پرده پررنگ‌ترش کنم. مثلا میگم من آقای احمدی نژاد رو خیلی دوست دارم و خیلی تشکر میکنم. اینجوریه که همینجوری میتونم برای چیزش هم. حالا خودم نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم ولی اگه یه سیخ جیگرم بذاری تنگش بیاری همچین آدم جرأت پیدا میکنه دیگه. من مثلا یه جوری میگم که اصلا خودت هم نفهمی که مثلا چی بگم. حالا ببرید جیگر رو بیار بابا. جیگر رو فارسی نمیتونم خوب صحبت کنم. حالا تا از داستان بادمجون و بادمجون دور قابچینا بیرون نیومدیم یه مصاحبه بادمجونی با احمدی نژاد هم بود که مشکل طنزش تو انتخاب سوژه بود. احمدی نژاد سوژه است یا اون دوتای دیگه؟ شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دسترس. شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. شهر ما آبادی عشق است، اما عشق چیست؟ عشق یعنی تیپ آق محمود خطر. ای شما دوتا بادمجون گل پسر. بله جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. بسم مقام المعظم دون یدی بل اسفندیار المشائیات بل ختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد و المستشفیات و السیدلیات الی غیر النهایه. اول در رابطه با شما جوانهای برومند و دلیر و نیروی جوان ملت ایران باید بگم که شما دوتا تو دل من جا دارید. دنیا رو
میبینید احمدی نژاد دلش شده مثل گاوداری. اینو چون شما جوونید گفتم. ولی آقای دکتر چیزی که برای خودمون جالب بود، حتی تو یکی دو تا نشست که حضرت علی حضور داشتید، این بود که جوونا خیلی راحت می اومدن باهاشون حرف میزدید، انتقاد میکردن، پیشنهاد میدادن، راهکار میدادن. خیلی دوست داشتیم در این رابطه هم صحبت بکنید. من در جلسات خیلی با جوونا راحتم، اونا هم با من، خودم دلم میخواد که با من راحت باشن. مثلا تو یکی از این سفرهای استانی پشت میکروفون بنده سخنرانی میکردم، گفتم ما اسرائیل رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم، ما لبنان رو میگیریم، عراق رو میگیریم. یه جوونی بلند شد گفت اگه دیشتون رو بچرخونید CNN هم میگیرید. که من اونجا به بچهای حفاظت گفتم دیششون رو چرخوندن سمت این جوونه، ایشون هم گرفتن. خیلی عجیب بود برای خودم، ولی خب نشون میده که جوونها چقدر ایستادگی میتونن بکنن در نظام جمهوری اسلامی. ما جوونا ایستادیم و توی دو کلمه میتونم بگم که ما میتوانیم. آره حتما میتونید، حتما میتونید. اگه همینجوری ادامه بدید به این خالی بندیاتون، مثل من که همه جا رو آباد کردم، مثل شما هم میتونید. خداوند پشت پناهتون باشه. منم خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما مصاحبه کردم. خیلی انگیزاننده بود که چهره هر سه نفر ما در یک تصویر نشون داده شد تا ملت ببینن که خلاصه از ما بدبخت‌تر و مفلوک‌تر و خلاصه با این وضعیت‌تر هم توی دنیا هست.